رو قبول میکنه، سابسکرایب رو میزنید. و اونطور که میبینید برای ما فعال شد با موفقیت. سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال مرکز تک. ما توی این ویدیو قصد داریم اکانت 1 ساله جمنایی رو به صورت کاملا رایگان بگیریم. خب خیلی سریع میریم سراغ آموزش. دوستان ما نیاز به IP آمریکا داریم. میاید توی مایکروسافت استور و سرچ میکنید XVPN. این رو دانلودش میکنید و روی دکمه کانکت میزنید تا متصل بشه. بعد یه واتس مای آی پی هم میگیرید برای که مطمئن بشید که حتما توی یونایتد استیت باشید. بعد که این کارو کردید یک اکانت جدیدی میسازید. اکانت جدید رو که ساختید، اکانت جیمیل منظورمه، یک جیمیل جدیدی میسازید و باهاش لاگین کنید داخل گوگل کروم، مثل من که الان لاگین کردم. و 2 تا لینک رو من براتون توی تلگرام قرار میدم. لینک اولو که میزنید این به اصطلاح این آفر رو براتون میاره که به صورت رایگان 1 ساله جمنای رو میتونید فعال کنید. بعد روی دکمه وریفای میزنید. اینجا به ما یک لینکی رو میده. این لینک رو باید کپی کنید و از طریق این آدرس دومی هم که براتون میذارم توی کانال تلگرام وارد میشید و این لینکی که این بالا بود رو میارید داخل این سایت و اینجا قرارش میدید. اینجا 2 تا کپچا برای ما میاره که این 2 تا کپچا رو باید حلش کنیم. خب same value این 2 تا رو میزنیم. میگه عددهایی که مشابه هستن رو انتخاب کنید. خب روی دکمه استارت وریفیکیشن میزنیم. خب دوستان اینجا اگه این خطا رو بهتون داد میگه که این IP لو رفته. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما میایم داخل بلو استک. من توی بلو استکم اکسپرس وی پی ان موبایل رو دارم، به کشور آمریکا کانکت میشم. میام توی مرورگر کروم این عملیات رو ادامه میدم. خب توی کروم میایم اینجا پیستش میکنیم. خب روی استار وریفیکیشن میزنیم و ظاهرا میگه که نمیتونم این رو چیز کنم، ولی خب مشکلی نداره. ما کلا از اینجا دوباره باید وارد شیم و یک لینک جدید بگیریم. میایم پایین روی دکمه اینجا رو یه بار دیگه رفرش میکنیم. روی این دکمه که کلیک نگه دارید میگه کپی لینک ادرس، میزنیم و به جای این پیستش میکنیم. خب یه بار دیگه اوکی شد. وریفیکیشن رو میزنیم. دوستان حتما توجه داشته باشید که حتما آی پیتون آمریکا باشه و حالا اگر اکسپرس وی پی ان دارید که خیلی بهتره
اگرم ندارید خودتون یه کانفیگی بسازید یا یه کانفیگ جدیدی بگیرید که آیپیش لو نرفته باشه. اکثر VPN ها دیگه آیپیشون لو رفته. حالا اکسپرس VPN سرورهای خوبی داره. خب همونطور که میبینید اینجا به ما این پیغام رو که میده، ما میتونیم بیایم اینجا و صفحه رو رفرش کنیم. همونطور که میبینید برای ما تغییر کرد که این استودنت آفر رو بگیر. دیگه نیاز نیست مدرکی رو آپلود کنید و مدرک بسازین و اینا. این مرحلهش رو رد میکنید، میمونه مرحله اضافه کردن کارت. خب ما اینجا روی دکمه اد کارت میزنیم. خب یه سری شماره کارت ها رو من براتون توی کانال تلگرامم قرار میدم و شما اینا رو تست کنید. سه 29 555. خب دوستان حتما اینجا یک زیپ کدی رو میخواد. خب میاد اینجا میزنید USRHXY. اینجا وارد سایت فیک XY میشید و یک آدرس فیکی رو برمیدارید از اینجا. حتما دقت کنید که این آدرس فیک مربوط به آمریکا باشه، یونایتد استیت. زیپ کدش رو از اینجا برمیداریم، اینجا پیست میکنیم و روی دکمه سیو کارت میزنیم. دوستان این شماره کارت کار نمیکرد. خب دوستان من این شماره کارت رو براتون توی تلگرامم قرار میدم و روی دکمه سیو کارت میزنید. دکمه نو تینکی نمیخوام سیوش کنم. اینجا همون ویزا کارت رو قبول میکنه، سابسکرایب رو میزنید. و اونطور که میبینید برای ما فعال شد با موفقیت. خب دوستان همونطور که میبینید برای ما خرید انجام شد و الان ما جمنای 1 ساله داریم با قابلیت‌های 2 ترابایت فضا، گوگل هوم پریمیوم، دیگه عرض کنم به خدمتتون جمنای و نوتبوک LM و گوگل سرچ که جمنای 3 پرو روشه، 1000 تا کریدیت ماهیانه فلو که داخلش میتونید ویدیو بسازید و قابلیت‌های خوب دیگه که برای ما فعال شد. روی کانتینیو میزنیم. خب دوستان من میتونم تا 5 نفر رو بیارم عضو خودم کنم. حالا اگر دوست داشتید میتونید ایمیلتون رو برام بفرستید تا من یک دعوتنامه رو براتون ارسال کنم و شما اکسپت کنید. حالا فعلا اسکیپش میکنم تا بعد. همونطور که میبینید اکانت ما رفت روی پرو. دوستان ممنون میشم که حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید و ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید تا
ویدیوهای بهتری بذارم براتون. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو تماشا کردید. Mr. Boombastic, what you want is a boombastic, romantic, fantastic, lover shaggy, Mr. Lover Lover.